مفتشان دادستانی میگویند که آنها اخیراً در نسبت یک سودیه یا دادرس دادگاه ناحیه ترسنزاده محبت سفرعلی زاده سفر پرونده باز نمودند که فعلا با جرم قلابی عیبدار دانسته می شود. محبت سفرعلی زاده با فرمان پرزیدنت تاجیکستان در ماه نوامبر برای کردار ناشایسته همچون دادرس دادگاه از وظیفه برکنار کرده شد و به دنبال آن نسبتی او پرونده باز شده و این پرونده را دادستانی کلی تاجیکستان به اختیار آژانس ضد کروپسیون سپارید و سنجش آژانس ضد کروپسیون نشان داد که او با ماده 247 قسم 2 یعنی قلابی در حجم مخصوصا کلان عیبدار دانسته می شد و همراه با گروه یعنی یک جای انجام داده شده است. اما وکیل مدافع محبت سفرعلی زاده به رادیو آزادی گفت که وی این جرم خود را به گردن نمیگیرد، یعنی میگوید که اون در این کار دست نزده است و خود را کاملا بیگناه میحسابد. در حال حاضر آژانس ضد کروپسیون تاجیکستان این پرونده را انجام داده و با ماده 247 یعنی که قلابی به دادستانی کل برای تصدیق ارسال داشته است و به دنبال این دادستانی کل تاجیکستان پس از تصدیق این جرم او را به دادگاه عالی تاجیکستان برای محاکمه و برای حکم دادگاه ارسال خواهد داشت. در حال حاضر ما نتوانستیم که با خودی محبت سفرعلی زاده صحبت کنیم و نظر او را بگیریم. تنها وکیل او در صحبت به ما گفت که وی یعنی بیگناه است و هیچ عملی که در نسبت او گفته می شود انجام نداده است. این عمل او وابسته به این است که در زمان یعنی دادرسی دادگاه ناحیه ترسنزاده در ایفای وظیفه بودن محبت سفرعلی زاده از یک نفر ساکن این ناحیه برای بیکار کردن دعوا یا برای برقرار نمودن دعوا از اون 3000 سامانی طلب میکند و 1000 سامانی او را از خود میکند و برای منفعت خود خرج میکند. در حال حاضر همچنان که قبلا گفتم از طرف دادستانی کلی تاجیکستان این پرونده موردی بررسی قرار دارد و از نتیجه آن ما به شنوندگان اطلاع خواهیم داد.